کمتر کسی میدونه چه آینده‌ای داشتیم اما خرابش کردیم. این ماکت فرودگاه بین‌المللی تهرانه، طرحی از زمان محمد رضا شاه که قرار بود ایران رو به مرکز اصلی پروازهای آسیا یعنی هاب آسیا تبدیل کنه. ایده این بود که تمام پروازهای بزرگ به مقصد آسیا ابتدا در تهران نشسته و از اینجا به کشورهای آسیا تقسیم بشن. در واقع قرار بود این فرودگاه به عنوان ترمینال مرکزی آسیا عمل کنه. همچنین تو تپه‌های عباس‌آباد هم فضایی برای ساخت یک شهرک تجاری بزرگ در نظر گرفته شده بود که دفتر بزرگترین کمپانی‌ها و برندهای معتبر جهان از بنز و بی ام و گرفته تا نام‌های بزرگ دیگه بشه. اجرا شدن همین یه طرح به تنهایی کافی بود تا ایران از نفت بی‌نیاز بشه. اما نسل 57 دنبال چیزای دیگه‌ای بودن، چیزایی مثل آب و برق مجانی. این پستو به اشتراک بذارید تا همه بدونن ما تو گذشته داشتیم در آینده زندگی می‌کردیم. و برای دیدن مطالب تاریخی بیشتر پیج حقایق تاریخ رو فالو کنید.